سلام دوستان، وقتتون بخیر. من فریدون اسدی هستم از آکادمی نتبیلیچ. قبل از شروع اینکه این دوره در مورد چی هست و چه کاربردهایی داره و برای چه دسته از دوستانی میتونه مفید واقع باشه، اه، جا داره که یه توضیحی در مورد خودم و رزومه خودم به دوستان ارائه بدم. خب من سالهاست که در زمینه شبکه و امنیت شبکه فعالیت دارم و قصد من از راه اندازی نت بریج آکادمی این هستش که یه سری دوره ها رو در قالب دوره های فول کورس توی سایتم بذارم و همینطور دوره هایی رو به صورت تکنیکال برای اون دسته از دوستانی که به کانسپت و مفاهیم شبکه اشراف کامل دارن رو فقط به صورت تکنیکال و عملی و جهت رفع چالش ها و مشکلات توی صفحه یوتیوب هم قرار بدم. خب اگه بخوام یه توضیح بدم در مورد که این دوره چی هستش، اینه که شرکت سیسکو یکی از بزرگترین شرکت هایی هست که در زمینه شبکه و امنیت شبکه و حالا چیزهای دیگه خب به هر حال شناخته شده است و یکی از بزرگترین این شرکت هاست. البته شرکت های دیگه هم هستن، اما خب به قولی سیسکو سردمدار این قضیه است و برای اینکه کسایی که دوست دارن و علاقه دارن این دوره ها رو ادامه بدن، یک سری آموزش ها و سرتیفیکیت ها ارائه داده که اگر به خود سایت سیسکو مراجعه کنید، توی یکی از قسمت های سایتش یه فایل پی دی اف گذاشته که برای سال 2023 هم هستش تحت عنوان سیسکو سرتیفیکیشن کریر پس. خب تو اینجا کامل توضیح داده کسایی که میخوان توی این حوزه فعالیت کنن از کجا شروع کنن و به کجا برسن. خب تو سالهای گذشته سیسکو این شکلی نبود سرتیفیکیشناش، یعنی این شکلی بودش که کسایی که میخواستن شروع کنن شبکه رو اول باید میرفتن CCNA رو میخوندن که در مورد روتینگ، سویشینگ، حالا ارتباطات زیر ساخت اینا بودش و بعدش باید میرفتن CCNP سویش میخوندن، CCNP روت میخوندن و اگر میخواستم تو قسمت امنیتش وارد بشم باید میرفتن CCNA سکیوریتی، CCNP سکیوریتی که خود CCNP سکیوریتی یادم 4 تا سرفصل داشتش. خب به هر حال شرکت سیسکو تصمیم گرفت که اینا رو همه رو حذف کنه و یه تغییری توی سرتیفیکیشناش ایجاد کنه که خیلی هم مرتبتر و منظمتر و به قولی شسته رفته تر و خیلی بهتر شده. حالا این چه شکلی هستش؟ حالا دوره انتری لول که داره که خب خیلی ها دنبالش نمیرن به خاطر اینکه خیلی مباحث پایه‌ای هستش که خیلی نیازی نیست. حالا خیلی بحث‌های تکنیکالی هم توش وجود نداره. اگه ما بخوایم از دوره اسوشییت وارد بشیم، اولین دوره CCNA هست. توی دوره CCNA سعی کرده تقریبا تمام مباحثی که یعنی یه جمع‌بندی کرده از تمام مباحثی که ما نیاز داریم برای شروع به دنیای شبکه یاد بگیریم اینجا هستش. بعد از اون رفته توی دوره پروفشنالش که CCNP انترپرایز هستش که حالا کور اگزماش این کور اگزمو به درد کسایی میخوره که میخوان برن آزمون های اینا رو بدن. حالا توی ایران که برگزار نمیشه به صورت قانونی، میتونن برن کشورهای حالا امارات، ترکیه، حالا هر کشوری که تست سنتراشون مجاز هستن و میتونن این آزمون رو بدن، این آزمون ها رو بدن. به درد اون دوستانی میخوره که بخوان شروع کنن. خب مثلا گفته کور اگزمش این اگزم رو باید بخونن، یکی از اینا رو هم میتونن انتخاب کنن. CCNP سرویس پرووایدر اگه بخوان برن میتونن از این
اگزم شروع کنن. CCNP دیتا سنتر، سکیوریتی، کلابریشن و دوره اکسپرتش هستش که توی دوره اکسپرت قبلا این شکلی بودش که یه CCIE اگه یادم باشه CCIE ریتن بودش که میرفتن CCIE ریتن رو میخوندن، بعد از CCIE ریتن میرفتن CCIE لب رو امتحان میدادن که CCIE لب بودش که به اونا به هر حال یه بچ سیسکو میگرفتن و کسایی هم که به هر حال CCIE لب داشتن خب خیلی نیاز به تلاش زیاد بودش و حتما باید کشورهای دیگه میرفتن و آزمونش هم فقط تستی نبودش، این بودش که سناریوهای عملی رو میذاشتن و باید اونا رو حل میکردن و حالا آزمون داشتن. حالا ما فعلا توی این دوره با CCNA 200 301 در خدمت شما هست.